درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 47. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی پنجم، بابی پنجم. این سخنان را گفته او علکه اشکهایش را تماما نگاه داشته نمی توانست و چنان بود که در چشمان کروش هم از رحم و شفقت اشکها حلقه زدند. اما کروش پس از اندک انتظاری به صحبت دوام داد. نیکی اکثر خطا میگویی و نادرست فکر میکنی اگر گمان داشته باشی که به شرافت حضور من مادها حالا به چنین حالی رسیدند که به تو ضرر رسانده توانند. البته من حیران نیستم که تو از آنها خشمگینی و ترس و هراس داری، اما آیا از روی عدالت به آنها خشم برداشته‌ای و یا بیهوده؟ من در این باره حرف نمی زنم، زیرا می دانم که شنیدن سخنی من در حمایه آنها برای تو ناخوش است. صرفی نظر از همه این، به اندیشه من اگر سرور یک باره از همه تابعانش خشمگین شود خطای بزرگ است، چونکه با ترسانیدن بسیاری ها او ناگزیر دشمنی زیاد پیدا می کند و اگر یک باره از همه خشمگین شود همه را به سازشنامه خوفناک تیله می دهد. باوری داشته باش که برای همین من آنها را تا بازگشت خودم برنگرداندم و از آن ترس و هراس داشتم که به علت خشم و غضبت یگان حادثه رخ ندهد که همه ما را ناراحت کند. اکنون با کمک خدایان وقتی که من در اینجا هستم همه این برای تو خوف و خطری ندارد. با وجود این برای من بی نهایت ناگوار است که تو مرا گناهکار خود می شماری، در حالی که من کوشش به خرج می دهم که به دوستان خود هرچی بیشتر خدمت رسانم. مرا همان قدر به تلاش های تماما مقابل گمان بر می دانند. با وجود این سخنش را دوام داده گفت کروش بیا یک دیگر را
به طور تصادفی ملامت نکنیم. بهترش فهمیم که اگر ممکن باشد علت خفگی در چیست که اگر از جانبی من سر زده باشد. من می توانم شرطی را پیشنهاد کنم که در چنین بحث‌هایی در بین دوستان از همه عادلانه تر است. اگر معلوم شود که من به تو یگان بدی کرده ام، پس اعتراف می کنم که من باعث خفگی تو شده ام. اما اگر معلوم شود که من به تو یگان بدی نکردم یا آرزوی آن را هم در دل نداشتم، مگر برای تو هم لازم نمی آید که خفه شویم را از پارس‌ها به مدد تو نآید. مگر من به این خواهش‌هایت اعتبار نداده با سروری گروه جنگی سیرشمار که امکان داشت از بهترین جنگاوران عبارت باشد به نزدت نآمده بودم؟ بله، آمده بودی، تصدیق کرد کیاکسار. پس قبل از همه به من بگو که آیا تو در این عمل من یگان رفتاری را دیدی که برای خودتان تحقیرآمیز بود یا شاید برعکس کاری خیر؟ بی شبهه اقرار شد کیاکسار. در این عملها حد اقل نکوکاری بود. خوب، سخنش را دوام داد کروش. وقتی که دشمنان آمدند و با آنها جنگ کردن لازم آمد، آیا تو یگان بار پی بردی که من از زحمت این کار دست کشیدم یا از یگان خطر دوری می جستم؟ نه، به نام زیوس قسم می خورم، جواب داد کیاکسار. البته نه. خوب، وقتی که پیروزی با یاری خدایان به ما نصیب گشت و دشمنان عقب نشینی کردند، من تو را دعوت کردم که آنها را یک جایه تعقیب کنیم، یک جایه جزا دهیم و ثمره کاری موفق را یک جایه تقسیم نماییم. مگر در همه این کارها کوششی به دست آوردن فایده فراتر از غرض را مشاهده کردی؟ از بس که کیاکسار خاموشی را اختیار کرده بود، کروش ادامه داد. اما از بس که تو بجای پاسخ به سوالهایم خاموشی را افضلتر می شماری، پس به من بگو که آیا تو فکر می کنی که من تو را از شرکت در کاری خطرناک نجات داده خفه کردم؟ زیرا به نظر تو از پی تعقیب رفتن کاری بی خطر می نمود و بجای این از من خواهش کردی که چندی از سوارهایت را با من فرستانم. چون که اگر با این خواهش من تو را خفه کرده باشم،
من که پیش از این هم خودم را به اختیار تو واگذار نموده بودم، پس اجازت ده که آن را که اکثر به این سوال هم چیزی گفتن نتوانست. کروش گفت اگر به این سوال هم جواب دادن نخواهی به من بگو که باز چگونه تو را خفه کرده می توانستم. وقتی که به من پاسخ دادی که تو نمی خواستی، چون مشاهده کردی چطور مادها کیف و صفا دارند، آنها را از لذت و حلاوتشان محروم کرده دوباره به کاری خطرناک وادار سازی. نخواد به اندیشه تو من باری دیگر تو را خفه کرده باشم، در حالی که من به جای آنکه از رد کردن خواهشم از تو خفه شوم، از تو فقط یک التفات تقاضا نمودم و چنان که من میدانستم در دادن آن تو نباید دشواری میکشیدی و از مادها طلب کردن آن آسان تر بود، از تو خواهش کردم که تنها به آنهای اجازت ده که همراه من خواهشی اختیاری رفتن را دارند. عیان بود که رازگی تو را گرفته تا حال چیزی به دست نآوردم، زیرا باید رازگی سربازان را نیز پرسم. پس به نزدشان رفتم و هر کسی را که به او از بینشان باوری داشتم همراه هم با اجازتی تو به نبرد بردم. اگر این را برای عیب و گناه هم اساس دانی، پس معلوم می شود که گرفتنی هر گونه تحفه ها از دست تو تهدیدی عیبدار کنی دارد. ولی بعد ما به محاربه حربی وارد گشتیم. کدام رفتارمان از دمی وارد شویمان به جنگ دلیل روشنی درستی کار و پیکارمان نگردید. مگر اردوگاه دشمن گرفته نشد؟ آیا بسیاری از آنهایی که بر ضد تو به جنگ برآمدند به هلاکت نرسیدند؟ و از بین دشمنان زنده مانده بسیاریشان اسلحه زیاد، بعضی آنها اسب‌هایشان را از دست دادند. آنهایی که پیشتر مال و ملکت را غارت و خراب می کردند، چنان که می بینی به دست دوستانت همچون غنیمت زیاد گذشتند و حالا هم برای خود و هم برای تابعانت تقسیم می شوند. نهایت کاری مهمترین و عالی جنابترین ببین که حدودی مملکتت چگونه افزوده است و ملکهای دشمنانتان چقدر کم شده است. قلعه های آنها حالا در دست ماست و قلعه های تو که قبلا به تصرف سوریگی ها گذشته بود اکنون دوباره زیر قدرتی تو در آمدند. کدامی از اینها برایت ضرر آورده می تواند یا کدامش به تو نفع نمی دهد؟ شرح دادن چنین بی‌معنیگی را براستی ذره خواهش ندارم. با وجود این به تو برای گوش کردن شرح‌هایت هیچ چیز خلل نمی رساند. به من بگو که درباره این عملها چی فکر داری؟ با این سخنان کروش به سکوت رفت و که اکثر سخنی جوابی خود نیستم. نسبت بر آن که مشاهده نمایم که مال و ملک من از دست تو چطور زیاد می شود، زیرا برای تو چنین کار عالی جناب است، اما برای من همین کارهایت ننگ و ناموسم را بالا می برد. این چنین فکر می کنم که برایت
تحفه‌های گرانبها تقدیم نمودن برایم خرسندی بیشتر می‌بخشد نسبت به آن که تو آنها را حالا برایم پیشکش می‌کنی، زیرا که از این جهت به فضل تو باعث شده من حس می‌کنم که چگونه در جنبه‌های زیادتری آن کمبغل‌تر شده ایستادم. من این چنین فکر می‌کنم که دیدن آن که تابعان من در چیزی اما نه آنقدر مهم از جانب تو تحت تحقیر قرار می‌گیرند مرا غمگین‌تر خواهد کرد، نظر به آن که حالا درباره منفعت‌های بزرگی که آنها از تو گرفتند نظری تو سخنش را دوام داده گفت که اکثر من بی اساس بحث می کنم، پس همه این را نه نسبت من بلکه نسبت به خودت تطبیق کن و ببین که آن تا کدام درجه به تو معقول خواهد بود. در مورد آن چی گفته می توانی که اگر کسی خواهش پیدا کند که سگ‌هایی به خاطر حفظ و جان و مال خودش نگاه بین کرده را نوازش بسیار داده، در مقایسه با تو بیشتر به خودش وفادارتر تربیه می کند. آیا با این خوشمعاملگی او تو را شاد خواهد کرد؟ اما اگر این کار به نظر تو ناچیز باشد، آن را یک سو گذار و دیگری آن را بررسی نما. چه می شود که اگر کسی از خدمتگارانت که برای پاسبانی و خدمت حربی آورده‌ای چنان اختیارداری کند که آنها نسبت به تو با او بودن را افضل تر می دانند؟ آیا برای چنین خدمتش از او منتدار می شوی؟ نهایت چیزی را به نظر گیر که برای آدمان عزیزتر بوده در جهان از همه بیشتر قدر می کنند. اگر کسی به زن تو چنان مهربانی کند که او را از تو بیشتر دوست دارد، آیا با چنین کار خیر تو را شاد می گرداند؟ فکر می کنم که به گمان چنین باشد. زیاده از آن باوری دارم که با چنین کردارش از همه بیشتر ملال خاطر تو می شود. برای آنکه تو یک وضع کاملا شبیه مرا تصور کنی، فرض می کنیم که شخص پارس‌های را که تو با خود آورده ای به درجه خوشنود کرده است که آنها نسبت به تو با خرسندی بزرگتر از پی او می روند. آیا تو چنین شخص را دوست خود می شماری؟ به فکرم نه. برعکس تو در سیرت وی دشمنی اشدی، حتی بیشتر از آن خواهی دید که اگر او بسیاری از جنگاورانت را کشته باشد. اما اگر یکی از دوستانت در پاسخ به پیشنهاد نیکی‌های تو از مال و ملکت هر قدری که خواهد بگیرد، همه چیزی را که می تواند با خود ببرد و به این وسیله از حساب تو ثروتمند شده و تو از آنها اندکی هم باقی نگذارد، آیا تو چنین انسان را دوستی بی نقصان حساب کرده می توانی؟ در همین حال کروش، امروزها به نظرم من با لطف تو اگر محض عیناً در همین حالت نباشد در یک وضع خیلی شبیه قرار گرفتم. تو گویا راست میگویی، اما وقتی که من به تو اجازت دادم که اختیاریان را همراهت بگیر، تو تمام لشکرم را با خود گرفته مرا در تنهایی کامل باقی گذاشتی. شما گفتار 47 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.